سلام بر شما. سرخط خبرها. حاضر نیستیم از حقمان برای استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای بگذریم. این موقف ماست. آخرین فرصت برای دیپلماسی، مذاکرات سرنوشت ساز زیر سایه جنگ. همزمان با دور تازه مذاکرات میان تهران و واشنگتن در ژنو، وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران همین اکنون هم میتواند پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه را موشکباران کند. جمهوری اسلامی نیز گفته حذف خامنه‌ای خیال خام است. این یک پاسخ نظامی خواهد بود، اما جزئیات آن محرمانه است و من نمیتوانم بیشتر توضیح دهم. پاکستان به دلیل این اقدام شرم‌آورش باید پاسخ دریافت کند. پاسخ نظامی در برابر اقدام شرم‌آور پاکستان. سخنگوی امارت اسلامی درباره پاسخ امارت اسلامی به تهاجم پسین پاکستان بر خاک افغانستان گفته که اسلام آباد در برابر اقدام شرم‌آورش باید پاسخ نظامی دریافت کند. و 2025 خونین ترین سال برای خبرنگاران در جهان. کمیته حفاظت از خبرنگاران اعلام کرده که شمار خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای که در سراسر جهان در سال 2025 کشته شدند به 129 تن رسیده است. مشروع خبرهای این ساعت با من اسماعیل سادات. در روز مذاکرات سرنوشت ساز، وزیر خارجه آمریکا میگوید موشک‌های ایرانی همین اکنون هم میتوانند پایگاه‌های ما را در عربستان، قطر و بحرین نابود کنند و تهران تلاش میکند حتی ایالات متحده را موشک باران کند. مارکو روبیو افزوده توافق نشود جمهوری اسلامی را نابود میکنیم. وزیر خارجه ایران اما در مورد احتمال حذف علی خامنه‌ای گفته تنها شورای خبرگان میتوانند جانشین او را تعیین کند و ترامپ قربانی اطلاعات جعلی شده است. عراقچی افزوده پاسخ پشیمان کننده به هر گونه حمله تجاوزکارانه داریم. برای پردازش و کاوش بیشتر این خبر همکارم احمد رشاد زریر با ماست. سلام زریر، وقتت بخیر. مذاکرات سرنوشت ساز ایران و آمریکا تا این دم چگونه پیش می رود و آیندهش چی از نتیجه و توافق در کار خواهد بود یا خیر؟ سادات، امروز روز تعیین کننده و سرنوشت سازی هست برای ایران و آمریکا. تا اینک آنچه در اختیار ما قرار گرفته و به گوش ما رسیده این است که مذاکرات جریان داره، هرچند منابع در جمهوری اسلامی گفتن مذاکرات از دیشب به طور غیر مستقیم ادامه داشته و رد و بدل کردن پیام های آمریکا و ایران توسط عمان، وزیر خارجه عمان جاری بوده، ولی حالا بالاخره اینها در اتاقهای مربوط نشستن. حالا که آقای گروسی هم حضور داره و نمایندگان آمریکا، نمایندگان ایران به رهبری آقای عراقچی، و فعلا هنوز مشخص نیست که آیا توافق خواهند کرد یا نه. اما مذاکرات را اینها آمریکا و ایران در شرایطی آغاز کردند که بنبست های بزرگ همچنان فراروی اینها هست و اختلاف نظرهای عمیقشان حل نشده و همچنان دارن در موردش صحبت میکنن. خب این که در میدان جنگ دو طرف به اوج آمادگی رساندن زمینه جنگ را به جای خودش، ولی در بحث اظهار نظرها سادات، آمریکایی ها پیوسته دارن از این نگرانیشان صحبت میکنن که موشک‌های ایران حالا میتونه به شهرهای اروپایی برسه و فعلا دارن کار میکنن روی اینکه به زودی این موشک‌ها به آمریکا برسه. البته یکی از دلایلی که این آمریکایی‌ها مطرح کردن آقای ترامپ و آقای روبیو شاید این باشه که از قبل توجیهی برای حمله احتمالی به ایران ساخته باشن و جلب نظر آمریکایی‌ها را بکنن که مردم آمریکا به سوال مردم آمریکا جواب داشته باشند که چرا به ایران حمله کردی و امکان داره دو طرف بدانند که مذاکره تلف کردن وقت است و امکان داره جنگ در اولویت باشه و آمادگی پشت صحنه جریان داشته باشه. ولی از طرف دیگر در مورد مذاکرات یک اختلاف نظری که بحث غنیسازی اورانیم هست، حداقل در اظهار نظرات مشخص شده که هنوز این مشکل پابرجاست، این معضل، و دو طرف توافقی در این مورد نکردن قبل و در جریان مذاکرات غیر مستقیم. اما بعضی اخباری که به گوش میرسه سادات این است که چون آقای عراقچی گفت که اگر توافق شود توافق تاریخی و بزرگی خواهد بود و بهتر از برجام خواهد بود، گفته میشه که توافق کرده ایران پذیرفته که یک، برای 7 سال غنیسازی دیگر نکنه و در سطح نمادین 1.6% یورانیم را غنی بسازه و این 400 و چند کیلوگرم یورانیم غنی شده را هم گویا توافق کرده که 220 کیلوی ایره به روسیه انتقال بده و بخشی باقی مانده ایره سطح
غنای او را پایان بیاره و این دو بحث در مورد غنیسازی اورانیم وجود داره، ولی آمریکا و ایران هر دو بر موضع خودشان همچنان ایستاده هستند و منابع رسمی همین جزئیات را تایید نمیکنه. به هر حال آمریکایی ها به شدت نگرانند و همچنانی که در سر میز مذاکره نشستند، ایران و آمریکا دارند از اینکه دست از موضع خودشان برنمیدارند صحبت میکنن. این امیدی به توافق و مذاکره را به سطح بسیار پایینی همچنان نگه داشته. ولی جالب اینجاست که اسرائیلیا به ویژه رسانه‌های اسرائیلی بر اساس منابعی که دارن به شدت دارن از امکان یا اصلا از قطعیتی بی نتیجه بودن مذاکرات صحبت میکنن و پیش بینیشان این است که این مذاکرات هم نتیجه نخواهد داد و این آخرین مذاکرات خواهد بود. دارند به سر جنگ را هموار میکنن. اسرائیلیا بسیار مطمئن امیدوار عزیزند که شاید این مذاکرات به نتیجه نرسه و آمریکا و اسرائیل مشترکاً با ایران حمله بکنن. ولی خب خبرهای دیگه هم از طرف ایران به گوش میرسه که حمایت کشورهای متحدش این عمق را بیشتر میکنه. تشکر. و همچنان زیر صحبت ها در مورد جانشینی علی خامنه ای از چی حکایت میکند و روند اعتراضات دانشجویی تا اکنون به کجا رسیده؟ یکی از مشکلاتی که آقای ترامپ و دولت آمریکا با جمهوری اسلامی داره شخص آقای خامنه ای است که اونا فکر میکنن که شاید یک نظام دیکتاتوری تحمیلی باشه، چون آقای آیت الله علی خامنه ای تصامیم را خودش میگیره و رئیس جمهور و بقیه مقامات حکومت به قول آمریکایی ها نمادین و بی صلاحیت هستند و 37 سال هم هست که در قدرت هست. این همیشه مایه نگرانی آمریکایی ها و اروپایی ها بوده که اخیراً نه تنها آمریکا که ما دیدیم، آلمان، کانادا و دیگر کشورها هم ایره بار مطرح کردن. ولی جانشینی آقای خامنه ای یک بحثی هست که اولا در چارچوب ساختاری نظام جمهوری اسلامی چند شورای بزرگ است. یکی شورای نگهبان هست. شورای نگهبان هم یکی از شوراهایی است که آقای جنتی که در آستانه 100 ساله شدن است از آغاز تا اکنون رئیس این شورا است و جمعی از روحانیون بزرگ و سیاسیون روحانی برجسته ایرانی اونجا هستن که در پیوند به سرنوشت نظام تصمیم میگیرن، چه رهبری چه پایان. بعد آقای عراقچی دیروز تصریح کرد که تصمیم در مورد جانشین آقای خامنه ای در صورت بروز خطری به او یا نبود او را یا در وجودش اگر کسی جانشینش میشه، این تصمیم به دوش مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان هم مجلسی هست شبیه شورای نگهبان که این صلاحیت های سرنوشت ساز و تعیین کننده در مورد حیات نظام را به دوش داره و همچنان شورای مصلحت نظام است. این شورای مصلحت نظام هم که جمعی از روحانیون حالا بیشتر میگن نزدیک به آقای خامنه ای هستن، کسانی هستن بیشتر متوجه جایگاه رهبری و اصالت و حیات نظام هستن. حالا این فرآیند خیلی پیچیده است. ولایت فقیه یک ساختار سیاسی مذهبی در ایران حاکم هست که بیشتر بر پایه مذهب شیعه اسلام استوار است و بیشتر از ایرانی ها بقیه نمیدانند در مورد جزئیاتی از او، سرشان باز نمیشه. به هر حال سادات، آقای خامنه ای گویا حالا یک سری اخبار منتشر شد که شاید شاید حسن خمینی جاگزینش باشه یا جانشینش باشه. تعداد میگفتن آقای مجتبی خامنه ای فرزند ارشدش جانشینش است. تعداد دیگر هم گزینه‌های دیگه مطرح می‌کردن. اخیراً بعضی رسانه‌ها گزارش دادن که آقای لاریجانی گزینه جاگزینی رهبری هست و خب دوباره رسانه‌های گفتن که هم آقای لاریجانی هم یک روحانی دیگر و هم آقای قالیباف که رئیس شورای اسلامی است این جاگزینش هست. به هر حال در مورد جاگزینی آقای خامنه ای صحبت‌ها میشه، ولی اصل تصمیم نهایی در درون همین سه شورای تعیین کننده ایران است که او به هیچ جای درز نمیکنه و به نظر میرسه که اگر کل ایران نه حداقل اکثریت و خب اگر اکثریت هم نه حداقل هواداران نظام همگان اتحاد دارن بر رهبری خامنه ای و کسی با او مشکل نداره و اگر جانشینش را خودش تعیین بکنه هم همگان خواهند پذیرفت، در هر حال که آقای خامنه ای فعلا حیات است، فعلا رهبری را به دوش داره و فعلا فقط این آمریکا و دشمنانشان است که این احتمال را مطرح میکنن که شاید آقای خامنه ای حذف شود. خب سریع، اگر تهران و واشنگتن توافق کنند سرنوشت جنگ احتمالی و این همه لشکرکشی چه خواهد شد؟ آیا ترامپ عقب خواهد رفت؟ این که آقای ترامپ از این
جایی که آمده عقب بره برش کار آسانی نخواهد بود. اولا کوتاه بپردازم به این که جمهوری اسلامی این بار هم توانست اعتراضات دانشجویی را مهار و مدیریت بکنه. اعتراضات اولی که شکل به قول خود جمهوری اسلامی و مقام‌های تهران اول شکل اعتراض مدنی و مسالمت آمیز را داشته و بعداً گویا آمریکا و اسرائیل دخالت کردن به آشوب و اغتشاش تبدیلش کردن. ولی این بار که پنجمین روز اعتراضات دانشجویی است، با وجودی که مخالفت‌های علیه نظام، با وجودی که یک سری درگیری ها، با وجودی که شعارهای علیه شخص آقای خامنه‌ای و دیگران حتی برافراشتن پرچم مخالف و اینها گزارش شده، ولی هنوز به خشونت نگراییده به اندازه‌ای که کشتار و ایگپا باشه. یک مسئله شبیهش هم این که این بار همونگونه که حکومت با تأکید بر این که این خطوط قرمز ما را نباید دانشجویان بگذارن، در غیر از او دانشگاه بسته میشه و حالا برخورد جدی تر میشه، همین سبب شده که دانشجویان تا فعلا در سطحی که حکومت زیاد ازش هراسان نیست اعتراضاتشان را ادامه دادند. و به هر حال دو سناریو احتمالی هست که اگر توافق صورت نگیره در مذاکرات و اگر جنگ در راه باشه، او زمان شاید مظاهره‌چی‌ها یا به قول خود جمهوری اسلامی آشوبگران و کودتاچیان دوباره انگیزه بگیرند و ابعادی از مظاهرات یا اعتراضات شبیه به اعتراضات قبلی دوباره پدیدار شود در جریان مذاکرات دانشجویی کنونی. ولی از اون طرف پرسش اصلی خودت این است که توافق میشه یا جنگ، و اگر جنگ آمریکا چی میکنه؟ خب توافق امکان داره که این بار نشه و یا امکان داره بشه، ولی اگر توافق شوه هم همچنان خطری به اعتمادی دو طرف بر همدیگر پابرجاست و اگر توافق نشوه شاید فقط دوام پیدا کنه به دور دیگر که یک سناریو امکان داره مثل جنگ 12 روزه به دور پنجم و ششم برسه و بعد خطرات دیگه به میدان بیاین از جمله جنگ و حملات. و یک سناریو هم این هست که حالا این مذاکرات متوقف شد و دوباره تنش ادامه پیدا بکنه و بالاخره یک فرصتی فراهم شد برای آمریکا و اسرائیل که حمله بکنن. البته خب گزارش‌های هم به گوش میرسه که این همکاری تسلیحاتی قوی چین و روسیه اخیراً با ایران شاید نگرانی آمریکا و اسرائیل را بیشتر کرده باشه از این که آیا میتونن به ایران حمله بکنن. یعنی از یک طرف دیگه سوال بزرگ برای خود آمریکایی‌ها این است که چرا ایران تسلیمشان نشده، مبادا بمب اتم ساخته باشن و اینها. و در هر حالش این مذاکرات اگر سناریوی خوشبینانه نشه در نظر بگیریم که توافق بکنن، شاید بر سر همین که چند کیلو یورانیم غنی شده انتقال پیدا بکنه به کشور سوم و همزمان دیگه غنیسازی یورانیم بالا نره، از چند درصد پایین و مسالمت آمیز باقی بمانه. سازمان اتمی انرژی بین المللی اتمی نظارت جدی و نزدیک و دقیق داشته باشه از روند تأسیسات هسته‌ای ایران و در برابرش از ایران خطر جنگ و حمله مرفوع شود، همزمان هم یک سری تحریم ها برداشته شود و مکانیزم ماشه دوباره تعدیل شود و شاهد بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی و امنیتی در ایران باشیم. و در آخر هم این که همچنان دو طرف دستشان روی ماشه است. از ارائه جزئیات درباره آخرین تحولات ایران سپاسگزاریم سریر. همکارم ندیم بهرام در این مورد گزارش دارد. در حالی که مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در ژنو پشت درهای بسته در جریان است، جی.دی. وانس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد که واشنگتن اجازه نمی‌دهد که تهران سلاح هسته‌ای داشته باشد و افزود که امیدوار است که ایران با امتیازهای معنادار به پای میز مذاکره برگشته باشد. نمی شود اجازه داد دیوانه‌ترین و بدترین رژیم جهان به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. امیدوارم ایرانی ها در مذاکرات این موضوع را جدی بگیرند وگرنه ترامپ گزینه‌های دیگری در اختیار دارد. از سوی دیگر نیویورک پست گزارش داده که ارتش ایالات متحده جنگنده‌های F-22 رپتور را با ارزش 4 میلیارد دلار برای گسترش حضور نظامیش در منطقه در پایگاه نیروی هوایی اسرائیل مستقر کرده است. این در حالی است که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگو با خبرنگاران گفته که تهران در حال حاضر تلاش دارد تا به موشک‌های قاره‌پیما دست یابد و افزود که جمهوری اسلامی سلاح در اختیار دارد که می‌تواند به بخشی از اروپا برسد و این غیر قابل قبول است. آنها در تلاشند به موشک‌های بالستیک قاره‌پیما دست یابند.
آنها در مسیر قرار دارند که روز بتوانند سلاح‌های توسعه دهند که قادر باشد به خاک اصلی ایالات متحده برسد. آنها در همین لحظه که صحبت می‌کنیم سلاح‌هایی در اختیار دارند که می‌توانند به بخش بزرگ از اروپا برسد. در همین حال رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که ارتش ایران سکوی موشک‌های خود در نزدیکی مرز عراق مستقر کرده است. با این حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایندیانا تودی گفته است که تهران هرگز از حق صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای نمی‌گذرد. حاضریم همه پرسش ها را جواب داده و نگرانی ها را برطرف کنیم و اما حاضر نیستیم از حقمان برای استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای بگذریم. این موقف ماست. با این همه گفتگوهای پشت پرده میان واشنگتن و تهران در جریان است و همزمان دو طرف در حال تقویت تجهیزات جنگی خود هستند. دیده شود آیا مذاکرات تاثیرگذار خواهد بود یا به جنگ تمام عیار در منطقه می انجامد. پایان خبر 5 در یک. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.